از عزرائیل پرسیدند تا به حال گریه نکردی زمانی که جان بنی آدمی را می گرفتی؟ عزرائیل جواب داد: یک بار خندیدم، یک بار گریه کردم و یک بار ترسیدم. خنده‌ام زمانی بود که به من فرمان داده شد جان مردی را بگیرم. او را در کنار کفاشی یافتم که به آن می گفت کفشم را طوری بدوز که 1 سال دوام بیاورد. به حالش خندیدم و جانش را گرفتم. گریه‌ام زمانی بود که به من دستور داده شد جان زنی را بگیرم. او را در بیابانی گرم و بی آب یافتم که در حال زایمان بود. منتظر ماندم تا نوزادش به دنیا آمد، سپس جانش را گرفتم. دلم به حال و نوزاد بی سرپناه سوخت و گریه کردم. ترسم زمانی بود که خدا به من امر کرد جان فقیهی را بگیرم. نوری از اتاقش می آمد و هرچه نزدیکتر می شدم نور بیشتر می شد. زمانی که جانش را می گرفتم از درخشش چهرهش وحشت زده شدم. در این هنگام خداوند